متاسفانه نیلوفری که در تمام شبکه‌های اجتماعی آواز بلند کرد، شخصا من خودم تلفنی با اون کس در تماس شدم لیکن به کمیته تشریف نآوردم، مراجعت نکردم و در مسئله قانونگذاری حکومت جمهوری شما را گذاشتیم. خیلی کردن ضرور است که در ماده های 14 و 15 قانون جمهوری تاجیکستان درباره تنظیم عملانه و جشن و مراسم در جمهوری تاجیکستان آمده است که شخصان واقعی و حقوقی که نوابسته شکل مالکیتشان اگر به فرهنگ ملی از جمله زبان، لباس احترام و ارج نگذارند به جوابداری مأموری کشیده می‌شوند. از همین لحاظ امروز کمیته کار با زنان رایل نزد حکومت جمهوری تاجیکستان آن کارهای فهماندگی را که برای مانده است در بین اهالی و مخصوصا زنان و بانوان، مقصد ما یک چیز است: ترغیب لباس ملی، فرهنگ ملی و احترام و ارج گذاشتن به فرهنگ و مقدسات ملی است.